سلام، رضا تاریبشار هستم. امروز 17 فروردین 1404 است. در یکی از پروژه‌های ساختمانی چیتگر تهران نمایشنامه جدید آغاز کردم به نام تراژدی مرگ پوتکین. یک نمایشنامه تراژیک سودناک و رنجبار با ایده های فلسفی در نهان آن. شاید در حقیقت طرح و ایدهش رو آماده کردم، ساختار رو چیدم و احتمال بسیار امروز صحنه اول را خواهم نگاشت. درباره جنگ ایلامیان با آشور، درباره گذشته ایران عزیز و با تکیه بر شاید ایده های فلسفی از یونان درخشان، تمدن اول تاریخ بشریت، عشق من یونان. و این گونه گفتم که گفته باشم، شاید به اتمام برسد با کارهای دیگر در چنین سالی اگر خداوند یاریمان کند. تراژدی مرگ پوتکین را خواهم نوشت. شاید یک کار درخشان از آن در بیاد. امیدواریم این گونه